الله متعال از رگ قلب ما برای ما نزدیک است. صحیح شد؟ از پلک چشم ما برای ما نزدیک است. از پدر و مادر کده بر ما مهربان تر است. در دل ما چیزی بگردد او خبر دارد. صحیح شد؟ و سخت ما را دوست دارد. کل کار وقتی که علی چیز را داری که دیگه کفارش شروع کردی. آنچه که برای تو مهم است شناخت وحدانیت الله است و شناخت راهی است که الله برای تو برگزیده. این دو کار بکن. الله را بشناس با وحدانیتش و راهی که الله تعیین کرده برای عبادتش و تقربش، اونو راه را چی کو؟ محکم بگی که راه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بناهن وش کنی که کار نکنی که اول میرم مزار، باز از مزار میرم با خدا. صحیح شده؟ این کار نکن. بلکه امن یجیب المضطر اذا دعاه، کیست که اجابت میکند درمانده را در وقتی که با او دعا میکند. صحیح شد؟ اینجا الله جوابش میده. الله جوابش میده. خدایا ما از تو تشکر میکنیم که تو مال همه هستید. تو بندگان تو به حساب رنگ و نژاد و زبان و پوست و مسائل مادی تقسیم بندی نکردی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا مال همه است، برای همه است، ناامید نباشید. دستت بلند کن. خودت تنهایی باور بکنی به خدا رسیدن و توبه کردن نیاز به ملا هم نیست، نیاز به مدرسه دینی هم نیست. دستت بلند کن، خودت برو پشت بوم. او خدایا من اشتباه کردم. یک نیروی برتری هست که همیشه قلب انسان در ناامیدی، در سخت‌ترین شرایط بازم امید نجاتی داره و اون الله هست. آرامش پیدا میکنی.